إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه نوی قصه پیامبران. یادآور می‌شویم اینکه در برنامه گذشته درباره نبی خدا لوط علیه السلام سخن گفتیم. خداوند او و دو دخترش را چگونه نجات داد از قریه‌ای که آنجا مردمش فساد می‌کردند، از یک قومی پلید که مردها با مردها هم خوابگی می‌کردند. خداوند لوط و دو دخترش را نجات داد و آن قریه را با اهلش زیر و رو کرد. نه آنقدر دور از قریه سدوم یعنی قوم لوط قریه‌ای بود با نام مدین. این قریه با تجارت مشغول بود، با خرید و فروش مشغول بود، لیکن آنها با نیرنگ کار می‌کردند. تمام بازارهایشان پر از دروغ و نیرنگ و مکر بود. بلکه بدتر از این آن بود که هر کی از این قریه میگذشت از او باج میگرفتند، مالش را میدزدیدند. خداوند به آنها نبی با نام شعیب علیه السلام فرستاد. شعیب نیز نبی عربی بود. پیامبران عربی هود، صالح، شعیب و پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. هر چهار اینها از عرب بودند. خداوند به قشلاق مدین شعیب را فرستاد. آنها درخت را میپرستیدند. آن درخت ایکه نام داشت. در بازارها نیرنگ و مکر میکردند، از ترازوها میزدند، مالهای مردم را بناحق از آنها میگرفتند، با ربا معامله میکردند. و الی مدین اخاهم شعیبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سپس بعد از توحید خدای ذوالجلال آنها را تعلیم میداد اینکه این خرید و فروش و این تجارت و این ترازوزنی اینها همه حرام است. خداوند از این چیز راضی نمی شود. ولا تنقصوا المكيال والميزان اینی اراکم بخیر. یعنی نعمتی که نزد شما است خدا را شکر برای شما کفایت میکند. چرا مردم را در ترازو، در بازارها، در خرید و فروش، در تجارتتان فریب میکنید؟ اینی اراکم بخیر و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. از طبیعت قوم مدین این بود که آنها از قریه اشان بیرون می شدند. هر قافله را که می دیدند آن را غارت می کردند. راهزن بودند، مردم را غارت می کردند. هر قافله که می گذشت از مال آن برای خود غصب می کردند. از مردم باجهای بناحق می ستانیدند. باجی که خداوند گیرنده او را لعنت کرده است، باجی که به یگان خدمت رسانی گرفته می شد. راهزنی می کردند. با وجودی که تعدادشان کم بود، ضعیف بودند، خداوند آنها را زیاد کرد. با این وجود نعمتهای خدا را که به آنها داده بود به یاد نمی آوردند. از این سبب شعیب علیه السلام آنها را پند می داد و می گفت ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. یعنی مردم را از راهشان باز می داشتند، راهزن بودند، آنها را غارت می کردند، مالهایشان را می گرفتند. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. قوم شعیب بعد از اینکه شعیب علیه السلام آنها را به سوی خداوند یکتا دعوت کرد و آنها را از خرید و فروش حرام و از فریب مردم
و سودای حرام و راهزنی و گرفتن باجهای بناحق آنها را باز می داشت، مردم او را با تمسخر جواب داده می گفتند. به این مردی که خداوند او را با زبان فصیح و قوی لیکن با جسدی ضعیف به سوی آنها فرستاده بود. درباره این پیامبر عربی قومش سخنها می گفتند. دینی تو ای شعیب، عبادتی تو ای شعیب، تو حتی در تجارت ما، در بازارهای ما، حتی در خرید و فروش ما دخالت میکنی. این چگونه دین است که در تجارت و خرید و فروش دخالت میکنی؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. این چگونه دین است که به مال، به تجارت، به اقتصاد، به ترازو، به خرید و فروش دخالت میکند؟ چگونه دین است این؟ این دعوتی که قوم شعیب آن را رد کرده بودند تا ابد در هر زمان و هر مکان تکرار می‌یابد. همیشه مردم پیدا میشوند که گمان میکنند دین خدا هیچ علاقه به زندگی ندارد، یا اینکه دین خدا به خرید و فروش هیچ علاقه ندارد، یا اینکه دین خدا هیچ علاقه به تجارت و اقتصاد ندارد، به خرید و فروش، به تجارت ندارد. دین هیچ علاقه ندارد به این چیزها. این سخن است که قوم شعیب علیه السلام به او گفتند. یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. سپس به شعیب علیه السلام مسخره میکردند، با وجودی که او با عقل ترین آنها بود، با وجودی که او با فهم ترین و فصیح ترین آنها بود، او را مسخره میکردند. تو دانایی، تو عاقلی، گفته او را مسخره میکردند. إنك لأنت الحليم الرشيد. مقصد آنها این نبود که او حلیم است، مقصدشان این نبود که او حلیم و رشید است، لیکن با تمسخر می گفتند تو حلیمی، تو رشیدی، زیرا تو با تجارت ما، با مالهای ما، با خرید و فروش ما دخالت میکنی. از این سبب شعیب علیه السلام با آنها جواب داد، گفت ای قوم، آیا نمی بینید که دین من حق است؟ سخنی که به شما میگویم حق است، با دلیل ها به سوی شما آمدم. چی کار میکنید شما؟ قال یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. هر چیزی که من دارم کم است، مثل شما نیست. شما ثروت‌ها، مال‌ها و تجارت‌ها دارید. مال‌های مردم را دزدیده اید، مال‌های فقیرها را دزدیده اید، غارت کرده اید، باج‌ها گرفته اید. اما من رزق کم دارم، لیکن او حلال. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. با وجود این که شما را از حرام، از نیرنگ، از دزدی و از غارت باز می‌دارم، خداوند شاهد است من نیز آن کارها را نمی‌کنم. شما را به چیزی امر نمی‌کنم که خودم آن را انجام نمی‌دهم، یا از چیزی بازتان می‌دارم و خودم آن را انجام می‌دهم. پیش از شما خودم به آن امرها عمل می‌کنم. از این سبب شعیب به آنها جواب داده گفت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. این طور باشد چی میخواهی ای شعیب؟ إن أريد إلا الإصلاح. بجز اصلاح چیزی نمیخواهم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. یعنی من بجز اصلاح چیزی نمیخواهم و این توفیقی که هست از جانب خدای ذوالجلال است. وما توفیقی، این را به خودش، به قوتش و نه به ذکاوت و فهم و عقلش نسبت نداد، بلکه آن را به خدای عزوجل نسبت داد. داعی ها چنین هستند، کارشان را فقط به خدای ذوالجلال می‌سپارند. وما توفیقی الا بالله.
عليه توكلت همه پیامبران به خدا توکل میکنند. عليه توكلت وإليه أنيب. یعنی آن چیزی را که به شما امر میکنم خودم به آن عمل میکنم. این برای اصلاح است و بس. چنانچه شما میگویید نیست، گویا چیزی که شما را نهی میکنم خودم آن را انجام میدهم. نه، قسم به خدا چنین نیست. من پیش از همه این امرها را به خودم لازم میدانم. من در خرید و فروش و تجارت این امرها را به خود لازم میدانم. اولین کسی هستم که از پی اجرای این اوامر هستم. میخواهم روی زمین را اصلاح کنم. میخواهم از مالهای مردم به زور گرفته نشود. هر کسی حق خود را صاحب باشد. مدام شعیب علیه السلام قومش را به سوی خدا میخواند، به سوی یکتا پرستی و عبادت او. آنها را به ترک فروش های حرام دعوت میکرد، اما قومش سرکشی میکردند و در کار خود اصرار داشتند. شعیب علیه السلام خواست قومش را بیم دهد. گفت ای قوم، آن چیزی را که شما بر من روا می‌دانید شاید سبب شود که عذاب خدا بر شما نازل شود. آیا به یاد ندارید قوم نوح علیه السلام و طوفان را؟ آیا نمی‌دانید که خداوند به قوم هود چی کرد؟ یا قوم صالح؟ قریه لوط از شما آنقدر دور نیست، نه از جهت زمان و مکان. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید. ببینید ترس او را از برای قومش. میگوید ای قوم، به یاد آرید قوم نوح را که طوفان آنها را هلاک کرد، یا قوم هود را به یاد آرید که چگونه شمال آنها را هلاک کرد. به یاد آرید قوم صالح را که نعره آنها را هلاک کرد، یا قوم لوط را که خداوند آنها را غرق کرد و آنها را زیر و رو کرد. این از شما دور نیست. پرهیز کنید از سرکشی انبیا تا که به شما چنین مصیبت ها نآید. به شعیب علیه السلام جواب دادم، به این خطیب بلیغ که زبانی آشکاری داشت. نگرید که چگونه مسخره کنان گفتند. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. سخنی تو را نمیفهمیم. این یک مسخره بود، این یک سرکشی بود، یک کبر بود. کی سخن این مرد فصیح و بلیغ شعیب علیه السلام را نمیفهمد مگر کسانی که کبر و غرور دارند. میفهمند لیکن سرکشی میکنند. سپس با او گفتند ای شعیب، تو در میان ما ضعیف می نمایی. تو مردی ضعیف هستی. شعیب علیه السلام مردی ضعیف الجسم بود، از آن مردانی با قوت نبود. از این سبب با او گفتند یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. تو صاحب قوم هستی. اگر آبروی قومت نمی بود آن وقت را سنگسار میکردیم ای شعیب. مردی با قوت نبود، لیکن عزتی که قومش بر مردم داشت سبب شد تا از عذاب او دست بکشند. گفتند اگر قومت نمی بود ای شعیب، یک چقوری کافته تو را آنجا گذاشته به سنگ میزدیم. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. تو برای ما عزیز نیستی، ارزش نداری، مردی قوی هم نیستی، یک مرد ضعیفی، لیکن از سبب قوم و قبیله. از این سبب خداوند بعد از لوط علیه السلام، زیرا او نیز از قومش نبود، نبی نفرستاد مگر از قوم خودشان، مثل شعیب علیه السلام. قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. شعیب علیه السلام به آنها جواب داد قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله.
آیا قوم من، قبیله من و جماعت و اهل من از خدا عزیزتر است برای شما؟ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. با تمام عزت و باوری جواب داد. گفت ای قوم من، به شما خدای عالمیان را میگویم، شما قبیله مرا میگویید؟ و شما الله میگویم، شما قبیله و قوم مرا میگویید؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. لكنه العناد، لیکن این سرکشی، لیکن این متکبری قوم شعیب علیه السلام را کور کرده بود و نمیدیدند آنچه را که شعیب علیه السلام به آن آمده بود. عن الحقيقة التي جاء بها شعيب عليه السلام. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بلا به نبی خدا شعیب علیه السلام سخت شد. قومش کبر ورزیدند و خواستند او را و کسانی که ایمان آوردند از آن قریه بیرون کنند. و قومش به آنها گفتند یا اینکه به ما ایمان میارید یا اینکه به دین ما باز میگردید یا از این قریه خارج میشوید. شعیب علیه السلام به آنها گفت اگر چندی که نمیخواهیم. وقتا که بلاها زیادتر شد، شعیب علیه السلام دستش را سوی آسمان برداشت و گفت به خدا توکل کردیم. سپس خدا را دعا کرد و گفت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آن روز آمد که خداوند در آن روز عذاب را میفرستد برای قوم شعیب علیه السلام. فرمانهای خدا را انکار کردند، پیامبرش را تکذیب کردند. اکنون وقتی آنها هم رسید. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. خداوند اول شعیب علیه السلام و اهل ایمان را نجات داد. آنها را از این قریه بیرون کرد. آن قریه را یک گرمی سخت فراگیر شد. هیچ کس طاقت و تحمل این گرمی را نداشت. سایه را دیدند، سایه ابری که یک گوشه را سایگی میکرد. اهل آن قریه برآمدند، مردان و زنان، کودکان و پیران به سوی آن سایه رفتند. زیر آن ابر ایستاده بودند. این هنگام از آن ابر آتشی میریخت که تمام مردم را میسوزاند. سزای دروغ شماریدن انبیا است. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تصور کنید که چگونه آتش میریزد و رعد و برق آنها را میزند، آنها را میسوزاند. به سوی خانه ها و منزل هایشان فرار کردنی بودند. زمین از زیر پای هایشان به جوشیدن درآمد. فأخذتهم الرجفة. زمین زیر پایشان می جنبید. چی سخت از عذاب خدا وقتی که می آید. کدام خانه باقی ماند، کدام خانه استوار ماند. زمین می لرزید، خانه ها بر سر صاحبانشان فرو می رفت. سپس نعره آمد با آنها. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. نعره که دلهای آنها را پاره کرد، هیچ کسی از آنها نماند. وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم. همه اشان در دیار خود بودند. یکی در خانه پنهان بود، یکی از زمین لرزه فرار میکرد.
و یکی از رعد و برق و آتش ریزه. آنها فرار میکردند. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. در قوم مدین بجز جسدهای بیجان چیزی دیده نمیشد. آوازی از آنها شنیده نمیشد. هیچ حرکتی از آنها دیده نمیشد. كأن لم يغنوا فيها. کجاست بازارهای آنها؟ حرکتهای آنها کجاست؟ صدای آنها کجا شد؟ کنی آن مردم کجا رفتند؟ كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. چنانه که خداوند به قوم ثمود کرد به قوم مدین نیز چنین کرد که هیچ کسی از آنها نماند. بعد اینکه همگی هلاک شدند زمین به آنها که در آن بودند زیر و رو کرده شد. کجاست بازارها؟ کجاست خانه ها؟ کجایند مردم؟ کجایند کودکانی که بازی میکردند؟ کجاست آن قریه؟ كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. در آنکه زمین زیر و رو کرده شد شعیب علیه السلام به آنجا برگشت. به سوی قومش برگشت تا جسمهای بیجان آنها را ببیند. برگشت تا ببیند زمین با اهلش زیر و رو کرده شد. برگشت تا جسمهای بیجانی در آن هر طرف خوابیده قومش را ببیند. شعیب علیه السلام از نزد آن دیار و آن خرابزار و آن جسمهای بیجان گذر میکرد و با آنها میگفت. فتولى عنهم وقال يا قوم. او با آنها سخن میگفت و خداوند به آنها میشنوانید. آنها مرده بودند، سخنان پیامبرشان را میشنیدند و او با آنها سخن يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى. چرا غمگین شوم برای قومی که آنها را تبلیغ کردم، امانت را رسانیدم، سالیانی دراز پندشان میدادم، آنها مسخره میکردند، تهدید میکردند، کبر میورزیدند، گمان میکردند که مالشان به فایده برایشان میکند، گمان میکردند که قوتشان از عذاب خدا محافظتشان میکند. هرگز پشیمان و ناامید نمیشوم برای شما. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قوم مدین هلاک کرده شد به سبب کافر شدنشان به نبیشان. خداوند شعیب علیه السلام و کسانی که ایمان آوردند آنها را نجات داد و باز یک صحفه از صحفه های انبیا پوشیده شد. در برنامه آینده به خواست خدای ذوالجلال درباره قصه ای که آن بهترین قصه ها سخن میگوییم. خداوند آن را در قرآن بهترین قصه ها خوانده است. قصه کریم ابن الکریم، قصه یوسف علیه السلام. چی خوب قصه زیباست. ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراهیم، یعنی الکریم ابن الکریم. تا بازدید، تا برنامه آینده، در پناه خداوند باشید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص